رنگ های گرم مورد علاقه خیلی است، اما همین رنگ گرم دوست داشتنی اگر که شما پیگمنت اون رنگ رو خوب شناسایی نکنی میتونه آزاردهنده باشه و به یه رنگ زرد نارنجی تبدیل بشه که آزارت بده. بهترین رنگ های طلایی رو من تو گروه پروکسا دارم، بهترین رنگ های مسی هم همینجور. کلا رنگ های گرم میتونم بگم سرشاخش طلایی مسی. من بیشتر رنگ های گرم و از این ترکیب این دو رنگ میتونم به دست بیارم. حالا این رنگ های گرم وقتی میاد با پایه های بالا ترکیب میشه، مثل 9 پایه، مثلا 9 طلایی، و میریم تو رنگ های لیفت مثل 12/3، شما میتونید یه رنگ کرم طلایی خیلی خوشگل داشته باشی. حالا تو پایه مسی ها هم که میتونه تو ترکیب با رنگ های سرد فوق‌العاده عمل کنه. اما یکی از گرم های دوست داشتنی تافیه که تو رنگ دوماسی 747 تافی تو ترکیب رنگاش قوقا میکنه، به شرطی که بلد باشی میزان ترکیبشو. اگه دوست داشتی به هم پیام بده تا کامل برات توضیح